اگه 90 روز روزی 100 شنا برید، این اتفاقات برای بدنتون میفته. اگه میدونستید روز 85 چی میشه، هرگز این چالش رو ول نمی‌کردید. 30 روز اول فقط گرم کردن سینه، شونه و پشت بازوتون جوری تعریف میشه که همه متوجه میشن. روز 45 قدرت مرکزی بدنتون دیوونه کننده میشه. هر شنا 200 عضله رو درگیر میکنه. حدود روز 60 یه اتفاق باور نکردنی میفته. تستوسترون بالا میره و بدنتون 24 ساعته چربی میسوزونه. تغییر اصلی روز 75 میرسه. قدرت بالاتنه به سطح باور نکردنی میرسه. اما روز 85 اینجاست که جادو اتفاق میفته. بدنتون به آستانه قدرت میرسه. یهو میتونید 100 تا شنا رو بدون وقفه برید. عضلات خیلی متراکم میشن و متابولیسم 24 ساعت بالا میمونه. وضعیت بدنتون عالی میشه. درد شونه از بین میره و حتی تراکم استخوان بهتر میشه. روز 90 نه تنها قوی ترید، بلکه کل ساختار بدنتون رو بازسازی کردید. بهترین قسمتش چیه؟ این چالش مجانیه و فقط 10 دقیقه در روز وقتتون رو میگیره. میدونید چند نفر واقعا تا روز 85 میرسن؟ فقط 3%. خب تصمیمت چیه؟ اگه میخوای جزو اون 3% باشی که تموم میکنن، بنویس شروع.